لباسی که اینجا گذاشتید میگه لباسی که هنگام شهادت تن حاجی بوده. هنی خونین در آغوش حرم رفت، دلا دیدی که حاجی زادم رفت. اون لحظه خود شما کجا بودید؟ حاج آقا کی رفتن؟ چه شد؟ دیگه شامو خوردیم و ساعت 11:30 بودیشون دراز کشیدن خوابیدن. ساعت 12 تلفن زنگ زد که اطلاع دادم باید برن محل کارشون. 12 شب بله. همین لباسی که تنشون بود رو چوب لباسی بود تنشون کردن و بلا فاصله با بچه‌ها، با سردار باقری، با بچه‌های تیم، با چند نفر تماس گرفتن که بیاید باید بریم امشب، احتمالا خبراییه. دیگه ایشون رفتن، ما خوابیده بودیم، ساعت 3:30 بود، 3:30 اینطورا بود که با صدای انفجار از خواب پریدیم. بلند شدیم، من و نوام دوتایی بودیم. منتها چون این بچه امانت بود دست من، دیگه خیلی سراسیمه آماده شدیم و از خونه زدیم بیرون. دست بچه رو گرفته بودم، فقط میدویدم. یعنی وقتی که انفجار نزدیکی شما رو؟ بله، اصلا سقف خونه یه قسمت‌هایش اومد پایین، بعضی قسمت‌های خونه تخریب شد که بعد حالا دیگه نمیدونم به حاج آقا اطلاع داده بودن خونه رو زدن یا چی که اینا اومده بودن طبقه بالاتر که تماس بگیرن یا چی، دیگه اونجا حاج آقا هم زده بودن. البته ما تا ظهر اطلاع نداشتیم، ظهر بود که متوجه شدیم که حاج آقا هم زدن. اینو چه خبره؟ چشم باز کنم؟ چشم چکار کردی؟ بالاخره به این بهانه آتش بازی را انداخت. حاج آقا اهل کجا بودن آشون؟ خودشون مال تهران بودن ولی پدر مادرشون مال خرمدشت قزوین بودن. خودشون بچه خیابون فلاح تهران بودن. حالا ما از روزی که با حاج آقا ازدواج کردیم و سال 61 با هم ازدواج کردیم، معمولا اون موقع که زمان جنگ بود مدام جبهه بودن، بعد از اون مأموریت بودن. این اواخر هم که انقدر کارشون سنگین شده بود که دیگه هیچ موقع برای خونه نمیتونستن وقتی بذارن، ولی با این اوصاف سختیاش هم شیرین بود برای ما، خیلی شیرین بود. وقتی که میرفتن پیش حضرت آقا گزارش کار میدادن، خوشحالی حضرت آقا رو میدیدن میومدن، یک دنیا برای ما ارزش داشت. وقتی این گزارش ها رو به آقا میدید، میگید که آقا تموم شد، به اجرا رسید، چی میگن؟ سوال آقا؟ خدا دیروز سوال کرد